یه چیزی به شما بگم، من اگر مشکلی دیده بودم در این 20 سال پشت هم مداوم اینجا حضور پیدا نمی‌کردم. من فکر می‌کنم پرسنل مجموعه و برخورد خیلی حرفه‌ای و صمیمانه، این برام خیلی جذابه تو این مجموعه از ابتدای ورود. نزدیک حرم بودنش خیلی مهم بود. امن بودن، خیلی راحت، استراحتگاه خوبیه. رفتار پرسنل خیلی عالی بوده. خودمونیه. احساس راحتی داریم. یکی از نکات خیلی خیلی مهمی که برای خود من مهم بوده رفتار پرسنلی بوده. من وقتی که یه جایی میرم حتی میخوام یه وسیله‌ای بخرم، رفتار فروشنده میتونه منو جذب کنه. من واقعا از رفتار پرسنل هتل، از درک وارد میشی تا لحظه‌ای که تو اتاق و هر مشکلی که داری همون لحظه رسیدگی میکنن، خیلی مهم است. مثلا من سری پیش اومدم یه مشکل کوچیک اتاق داشت، گفتم تا رفتم بیرون لسات برگشتم دیدم حل شده. خب این خیلی برای من مهم بودش، رسیدگی هتل. ما چندین هتل رو تو سطح مشهد رفتیم نگاه کردیم از نزدیک و دیدیم که بهترین هتلی که میتونیم انتخاب بکنیم که اون به حساب گزینه‌های ما رو بتونه فراهم بکنه و با ما همکاری داشته باشه، هتل قصر رو پیدا کردیم و داریم با این هتل کار میکنیم و خیلی هم راضی هستیم.